اعترافات تلخ حجت الاسلام و المسلمین دانشمند. زمانی بیاید که اگه مردم دست دسته از دین برگردن کسی ناراحت. خبرداری در سالی که گذشت 12,000 تا شیعه سنی شدن؟ خبرداری؟ 12,000 تا در منطقه سیستان بلوچستان. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنگامی که یاری الله و پیروزی فرا رسد و مردم را ببینی که گروه گروه وارد دین الله می شوند، پس پروردگارت را با حمد و ستایش به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه، بیگمان او توبه پذیر است.